سلام گیمرها، اینجا نکسدروید و امروز میخوام 3 تا از بازی‌های رکوردی کم حجم و فوق‌العاده اعتیادآور رو بهت معرفی کنم که حتی اگه فقط 5 دقیقه وقت داری نمیتونی ازشون دل بکنی. آماده ای؟ بریم سراغ بازی سوم. بازی شماره 3، رایدر. یه بازی خفن با گرافیک نئونی و کنترل ساده. فقط با یه تاچ باید موتورتو از روی رمپ‌ها و حلقه‌ها بپری و رکورد بزنی. هر بار که زمین میخوری ناخودآگاه دوباره ریستارت میکنی. حجم بازی فقط 85 مگابایت. بدون اینترنت هم کار میکنه و برای گذروندن وقت عالیه. اگه دنبال گیم پلی سریع و رکوردی هستی، رایدر حتما امتحانش کن. بازی شماره 2، استک بال. این یکی معروفه ولی هنوزم جزو بهترین هاست. باید با توپ رنگی از بین برجا پایین بری و رکورد بزنی. اما مراقب قسمت‌های سیاه باش. صدا ویبره بازی طوریه که مغزت میگه فقط یه بار دیگه. حجمش حدود 50 مگابایت و حتی روی گوشی‌های ضعیف هم روونه. بازی که ساده است ولی وقتی شروعش کردی نمیتونی ولش کنی. بازی شماره 1، جیومتری دش لایت. اگه اعصاب فولادین داری اینو امتحان کن. یه بازی رکوردی با موزیک پر انرژی که باید با پرش‌های دقیق از موانع رد شی. هر بار که میمیری آهنگ از اول میاد و میخوای حتما رکورد قبلی تو بزنی. حجمش فقط 70 مگابایت. یه بازی کلاسی که هنوز بعد از سالها همه رو معتاد خودش کرده. خب رفقا، اینم از 3 تا بازی رکوردی و کم حجم که میتونن ساعتها سرگرمت کنن بدون اینکه اینترنت بخوان و گوشیت پر بشه. حالا نوبت توئه. بنویس تو کامنت ها کدومشو بازی کردی یا چه بازی رکوردی دیگه‌ای پیشنهاد میدی تا در قسمت بعدی معرفیش کنیم. یادت نره لایک، سابسکرایب و زدن زنگوله. من مستر دروید هستم از نکسدروید. تا ویدیو بعدی رکورد بزن و بازی کن.